گفتم میخوام برگردم، نگفتم من برمیگردم مال کسی که بلیط تو جیبشه میخواد سوار هواپیما بشه، ولی واقعا دلم میخواد، دلم نمیخواد. من دوست 18 سال الان شما بیرون از ایران؟ 18 سال بیرون از ایرانم. از یعنی من اعتراف میکنم که در یکی از سفرهایی که به مکه داشتم، یکی از مسئولان CIA به نام حسن آقا که خودش حسن آقا معرفی کرد، با من تماس گرفت، به من پیشنهاد انقلاب مخملی رو کرد. تمام مدت به فکر برگشتن بود، یعنی بزرگترین مسئله داور بازگشت به ایران بود و تمام زندگیش رو یک جوری تنظیم کرده بود که بتونه فرداش برگرده. میدونی خب بالاخره این همه سال اینجا بوده، اصلا دنبال هیچ کاری نمیگشت که با این جامعه‌ای که توش داره زندگی میکنه تطابق پیدا کنه، برای اینکه خب نمیخواست اینجا بمونه. نمیدونم هیچ چیزی اندوخته، هیچ سرمایه گذاری، هیچ چیزی در اینجا برای خودش، هیچ زندگی در واقع نساخته بود.